السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز ما در محله مهرآباد برای تبریک کردن جشن زادروزی اعتبار خل آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندانشان، از مسافرت از نام اکمل جان و از نام مرجان بانو تبریک میگیم. این لحظه های زیبا و خرسندی این خانواده را نیز همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، همه شمایان را به خانواده شادروان ارکینک خوش آمدتان میگویم. من امروز زادروزی اعتبار خدا بوده است. همینجا می خودشان اعتبار خدا یک تا برایشان قرصک میزنیم، به نظر ما تکلیف میکنیم. مرحمت بید اعتبار خدا نزدیکتر کنیم، درویتان کنیم. مرحمت اعتبار خدا زادروز مبارک. روزی تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. اعتبار خدا زادروز مبارک. روزی تولد را، امروز روزی شکرانتان را شما با مبارک باد میگویم. امروز سر آشکار کردن می‌نیم، یعنی که اومدیم تبریک کنیم شما از نام پسرتان که مسافری به هستند، از نام اکمل جان، از نام مرجان بانو شما تبریک میگویم. گفتن مادر جان عزیزی من، مادر مهربان که آن دختر نازنینشان را کلام کرده، تربیت کرده، برای من تحفه کردند. خدا کند که عمری دراز بینند، ساق سلامت گردند، دعاهایشان که دعا کنند که دعاهایشان مستجاب است. و ما مسافری بگشتیم، دعا میکنند دعاهایشان در حقیقت مستجاب است و برای ما همیشه شب و روز در دعا هستند. خدا کند که 120 ساله شوند، در سر ما سایبان شده، در سر نبیره هایشان دعاگوی شده گشتن نصیب کند. امروز برایشان چقدر سخنگویت کم است. خدا رحمت کند ارکینک را. البته از خداوند کریم آرزو میکنیم، دعا میکنیم که عمری بردوامشان را برای مادر جان عزیزی ما رسانده باشد. رسانید که زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینند، همیشه لبخنده خریداری لبانشان باشد. خودشان هر مادر آن گل ثبت خاندان هستند، گل ریحان خاندان هستند. برایشان یک گلدسته زیبا را انتخاب کنید که آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی شود. گفته یک قرصک میزنیم، گلدسته را تقدیم میکنیم. مرحمت، مبارک باشد. مبارک. امروز اعتبار خدا میگویند işlerim yoruşup ketsə gəlmə gəl, kəmlərim, qəmlərim etsə bütün həl, dünyanı bir çetə qoyub ən əvvəl anamını Məkkəyə alıb baramən. Kəftədən qadağı ketməgən həman, min nadan qədrigə yetməgən həman, dərdimgə heç dəva etməgən həman, anamını خاندانم فرشته‌سنه مکه آلب بارم. با چنین نیت ها خدا کند که حاجیانه شود و صفی حاجی ها باز یک حاجیانه زیاد شوند و در این کاشانه زیبایتان حجاشی ها شود و باشد آمده شما باز تبریک کردن نصیب کند. گفته با یک آرزوهای نیک که تمام روی دنیا تن گرفت. کتاب قیمت بهاترین آنام کتاب قرآن است. البته پیشکشش ما میکنیم تاجی سر کنید. مرحمت، زادروز مبارک باشد. اعتبار خدا همیشه شاد و خرسند باشید. بگذار در این خاندانتان آواز گریه نبیره هایتان برآمده در اطرافتان دوام آن جان شیرین گفته خدمت کرده گشتن برای شما نصیب کند. حاضر باشد یک شیرینی تیار کردیم از قصر شیرینی های اوستا. در رویش باشد عکس شماست و همراهی مرجان بانو. یک جای شیرینی را میبرید، از آن تناول میکنید. بگذار دعا کنید که فرزندان خوشبخت و سعادتمند باشند. مرحمت، کاردو دیکارچه ها را تیار میکنیم. یک جای میخواستیم از شیرینی بریم و از آن تناول کنیم.
باشه. مرحبا چیزی رو بگویم از اون تنوع بکنیم. مبارک باشه. شما از امروز وعده دهید که در سر همه دو فرزند کیلین و داماد همیشه صحت سلامت خوش و خوشبخت زندگی کنید. تا حاضر برای همه فرزندان جان فدا کرده مهنتی حلال کرده آنها را کلام کردید. اکنون حضور و حلاوت فرزند و نبیره ها را دیده گشتن برای شما نصیب کند. برای دیگر از نام فرزندانتان، از نام اکملکه، از نام خورشیدکه، مرجان آیتی، نازی رایتی ها، از نام نبیره های شیرین شما تبریک میگویم. شما مادر مهربان، بیجان عزیز و غمخواری همه فرزندان هستید. زاد و روزتان مبارک باشد. میخواستیم اکنون از فرزندان سخنهای تبریکاتی را شنویم. مرجان بانو مرحمت. جانم تولد ایامتان مبارک باشد. سلمان به همه وقت صح سلامت کرده. عمرتان دراز شود. رحمت سلامت باشند. خورشید نکن مرحمت. برای اولین بار صح سلامت سری محمد همه وقت خوش و خرسند سلامتیت خدای مهربان بریم صدقه به درآمد در بدو همه وقت سرطان من میوره چون بازی کردن خوش و خرسند امیرتان خنده هرا نکنم منصب ببرید. السلام علیکم. من امروز به جانم روز زاد روزشان روز تولدشان لایم صد بدران سر محمد صح سلامت گردن الهیم اروشان خنده دور نشود پیشم پیری به دولتشان. رحمت سلامت باشم. خدا خونم مرحمت گذارید شما میانشان بر اولو السلام علیکم. خدا سعادت دروید روزی خفگیتون این بد خرسندی ده کرده روز چکون همه ده رحمت کلام برای شما اومدگی سعادت برای شما. رحمت سلامت باشند. اعتبار خواهد اکنون رقص می نشمی خورسندی کنیم. رقص بازی کده امروز زاد روزتانه با یک درجه اعلا گذرانیم. بار دیگر از نام تمام فرزند و نبیره ها از نام خویش و توانان شما تبریک میگوییم. همیشه در چشمانتان اشک شادی باشد، اشک غم دور باشد از شما. مرحمت صلاتهای شوق برای شمایان. زاد روز مبارک. شبنم گلنار بیا ببالینم آی آجو برار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم آی انار انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم. شبنم گلنار
گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم هر کوکولیزه اختری داره در خانه عشق دلبری داره هر کوکولیزه اختری داره در خانه عشق دلبری داره وای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای اوج و برار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم وای انار انار بیا ببالینم شبنم گلینار بیا ببالینم آها کنیم چی کار کنیم ناز برگشتن
آمده نظمی کار سلامته که ای بازن آمده ای بچه خوش آمده السلام خوش آمده نظمی کار سلامته که ای بازن آمده ای بچه خوش آمده بیننده های عزیز، امروز ما در محله مهرآباد در خانواده اعتبار خلا مهمان شده در جشن زادروزشان تبریک کردیم. لحظه ها را امروز روز زادروز را پیشکش شما کردیم. با ما باشید و خود را احتیاط کنید. صحت سلامت باشید. ما با شماییم. کیفیت اعلی با شما باشد. رحمت.